چند وقت پیش توی رستوران این جوجه رو خوردم که کلا نظرم رو راجع به جوجه کباب عوض کرد. جوجه جنگلی دومین کباب از چالشه در کباب رستورانی دوم. چند تا ران مرغ رو بی استخونش میکنیم، خوردش میکنیم، یه دونه پیاز درشتم خلالی، چند تا حب سیرم، یه مقدار ساتوریش میکنیم و نیازی خیلی ریز بشه. مرغا رو میذاریم داخل یه ظرف، پیاز رو یه مقدار فشرده میکنیم و بهش اضافه میکنیم. ادویه‌ای که کپشن نوشتم، آب لیمو ترش تازه، فلفل و نمک، خوب مخلوطشون میکنیم، میذاریم 1 ساعت استراحت کنه. راز خوشمزگی جوجه جنگلی به همین ترکیبات سبزی که تو کپشن براتون نوشتم. سیر و روغن هم یه مقدار اضافه میکنیم. بقیه روغن رو موقعی که داره مخلوط میشه اضافه میکنیم تا به این بافت برسه. مواد سبزیجاتی میذاریم روی مرغ، حسابی مخلوطش میکنیم و 1 ساعت استراحتش میدیم. بعد به سیخ میکشیم رو حرارت خیلی ملایم با باد کم میذاریم تا مغز پخت بشه. یاد نرین دستور ذخیره‌اش کنی و بفرستی برای دوستات. حتما همراه من شو، چون قراره با هم دیگه کلی کباب رستورانی بپزیم. یه کته مشتی هم میذاریم و کباب رو کنارش سرو میکنیم. حتما کباب خوشمزه. چکون ترنوش جان به بالا میستر.